سلام به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی جام جم. خوشحالیم که خداوند توفیق داد با برنامه این هفته کنکاش از شبکه جام جم در خدمت شما همیهنان عزیز و فارسی زبانان ارجمند در سراسر جهان باشیم. البته خودت که بهتر میدونی که خوشحال بودن تو اصلا مهم نیست، مهم اینه که اونایی که پای تلویزیون نشستن از دیدن تو و برنامه‌های نظام خوشحال بشن. که البته خودش بستگی به این داره که تا کجا مسائل علمی و برنامه‌های راز بقا رو دنبال میکنن. تحلیلگر مسائل راهبردی و کارشناس مسائل سیاسی میهمان برنامه این هفته کنکاش هستند. آقای دکتر شب بخیر، خیلی خوش آمدید. خب پس چی؟ نه مثلا میخواستی بعد اومده باشم؟ برو سر سوالات ببینم چی داری تو چنتت. همطور که میدونید بیش از یک دهه است که با ابتکار مقام معظم رهبری و با نامگذاری هر سال جهتگیری‌های اساسی کشور و مردم در هر سال تعیین و مشخص میشه. از چندین هزار سال پیش اسم سالا رو میذاشتن سال ما رو، نمیدونم گاو و خوک و میمون و از این حرفا، ولی مقام عظما این اسمگذاری‌های استکباری رو تعطیل کردن تا هیچ برادر بسیجی دچار حسادت نشه که مثلا مگه ما چیمونه اینا کمتره که سال نداریم. بالاخره باید یه چیزی به جاش میذاشتن دیگه. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که تو خانواده یه شوته که تازه رفته بود کلاس کامپیوتر یه بچه به دنیا اومده بود، همه جمع شده بودن که براش اسم بذارن ولی به توافق نمیرسیدن، مثل داستان آلماتی خودمون شده بود. بالاخره شوته کامپیوتریسته گفتش که خب فعلا اسمشو بذارین نیو فولدر تا بعدا تصمیم بگیریم. در 3-4 سال اخیر نامگذاری‌های کشور عموماً سمت و سو و جهتگیری اقتصادی داشته. آره، یعنی به سمت جیب بوده. امسال هم نیمی از نام سال در واقع حماسه اقتصادی هست. چرا حماسه سیاسی امسال هموزن حماسه اقتصادی در نظر مقام معظم رهبری اهمیت پیدا کرده و به نظر شما ضرورت نامگذاری این بخش از نام سال 92 بر چه اساسی بود؟ نمیشه که همش من کارای ایشون رو جمع و جور بکنم. خب خودشون بپرس ببین نظرشون چیه. آقای دکتر خوشحال میشیم نظر جناب عالی رو هم در همین باره بشنویم. خب به نظر من جابجایی آقا محمود از موقعیت گماشته محبوب من به موقعیت سیخ تو پهلو یه جابجایی مهمی برای مقام عظما محسوب میشه که باید پشت درای بسته برای توضیحش بدم. خیلی وقتا یه جابجایی کوچولو میتونه همه ارنج رو خراب بکنه. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که شوته تو انگلیس راننده تاکسی شد، بهش گفتن سخت نیست فرمون جا به جا شده سمت راست اینجا، گفتش که نه سخت که نیست، ولی یه مشکلی که دارم اینه که هر وقت پوست تخمه تف میکنم بیرون میفته رو مسافر بغلی. خیلی متشکر. طبیعتاً نامگذاری حماسه سیاسی توجه دادن به این مسئله است که این انتخابات باید با شور خاصی برگزار بشه. کاش به جای شور خاص یه خود شعور خاص داشتی این سوالا رو نمی کردی. اگه ملت بخوان حماسه ای رو رقم بزنن و در واقع مسئولان بخوان زمینه‌های برگزاری این حماسه رو فراهم بکنن، به چه نکاتی باید توجه کنن؟ این در واقع چه زمینه‌هایی رو مسئولان و حاکمیت باید فراهم بکنه تا اون حماسه به نوعی رقم بخوره؟ من نمیفهمم این سوالات مشنگی چیه تا میکنی؟ مقام عظما داره از درد به خودش بپیچه تو این انتخابات با این بدبختیایی که داره، تو با این سوالای صدمگه هی نمک میپاشی رو زخم ایشون. چیه مثلا من باید بگم که شناسنامه مرده آماده بکنیم به تعداد زیاد، یا بسیجی‌ها دستاشون رو نرمش بدن که باید رای بنویسن، یا مهندسی سپاه آماده بشه برای یه کار مهندسی سنگین انتخاباتی؟ عجب گیری کردیم با این وسطا. تو هم که به نظرم از اونایی که شب اول قبل باید 52 تا فرشته بیان بالا سرت، 2 تا برای اینکه سوال و جواب باید بکنن، 50 تا برای اینکه حالیت بکنن که معنی اون سوال جوابات چیه. شبکه‌های خارجی از ما خیلی زودتر شروع کردن و در واقع به بعضی
فاکت های مصنوعی در سال 88 اشاره میکنن. آره اون فاکت های مصنوعی و تظاهرات مصنوعی و قیام مصنوعی زد فک مصنوعی مقام عظما رو به این روز انداخت. دکتر مقام معظم رهبری عقب مونده و بدبخت و بیچاره. خیلی وقتا بادکنکیه و در واقع با یک تلنگری ما شاهدش بودیم که چه اتفاقی افتاد. خیلی ممنون. آقای دکتر فکر میکنین اگر ما بتونیم یه حماسه سیاسی خلق بکنیم آثار بین المللی و به خصوص منطقه‌ای اون چه خواهد بود؟ خصوص این که سال 88 ما یه تلخی‌هایی رو بعد از انتخابات داشتیم. وضعیت انتخابات از این بابت خیلی ناجوره. مقام عظما و آق محمود که یه موقع اصلا به عنوان نمونه لیلی و مجنون ازشون یاد میشد الان کارد و پنیر رو بیشتر تداعی میکنم. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفرمودن که یارو گفتش که به اون یکی گفت ببخشید آقا من شما رو قبلا تو دبی ندیدم. یارو گفتش که نخه من اصلا دبی نبودم تو عمرم. بعد شوته برگشت گفت چه جالب اتفاقا منم تا حالا دبی نبودم حتما 2 نفر دیگه بودن. میخوام بگم مقام عظما و آق محمود از بیخ زدن زیر هرچی سابقه با هم دیگه داشتن. خیلی متشکرم آقای دکتر. از بینندگان عزیزمون هم همینطور. تا برنامه بعدی کنکاش همه شما رو به خدای بسپارم.